بخوانید که ارزشش را دارد. این را پروفسور دیوید میلر، استاد دانشگاه انگلیسی، بالای یک نامه نوشته. یک نامه به امضای رهبر جمهوری اسلامی ایران. نامه به آنهایی که به تعبیر رهبر انقلاب سمت درست تاریخ ایستادند. مخاطب دانشجویان آمریکایی‌اند که با حمایت‌هایشان از فلسطین در برابر صهیونیست‌ها به تعبیر رهبر انقلاب شده‌اند بخشی از جبهه مقاومت. نامه میان ایرانی‌ها و خارجی‌ها بازتاب زیاد داشته. سخنگوی مجلس آمریکا که قبل‌تر رفته بود دانشگاه آمریکایی کلمبیا و نتوانست قانعشان کند دست از حمایت فلسطین بردارند، Enjoy your free speech. در واکنش به نامه رهبر ایران، دانشجویان آمریکایی را در یک پست مجازی سرزنش کرد که جوابهایی از این دست زیر یادداشتش نوشته شد. لابی اسرائیلی آیپک بهت پول داده بابت هر چیزی که می‌نویسی. وقتی اولویت رو اسرائیل قرار بدی، آمریکا آخرین اولویتت میشه. کالین راک، فعال رسانه‌ای آمریکایی، نامه رهبر ایران را مهر تایید بر اقدامات دانشجویان آمریکایی خواند و بخش‌هایی از نامه را برای 1 میلیون دنبال کننده اش منتشر کرد. شارمین نروانی، خبرنگار لبنانی که دانش آموخته دانشگاه آکسفورد انگلیس است، در واکنش به نامه رهبری نوشته: فقط یک رهبر دیگر را به من نشان بدهید که بتواند اینطور بنویسد. کودکان آسیب دیده غزه از رهبر ایران سپاسگزار خواهند بود. عمده مردم جهان پشت فلسطین هستند. فقط به خاطر بازنمایی رسانه است که عکس این به نظر میرسه. جهان داره برمیخیزه. بین کاربران فارسی زبان هم خیلی ها رفتن به 9 سال پیش. از نامه قدیمی تر رهبری به جوانان غربی یاد کردند. تأثیر نامه‌های مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی اکنون در دنیا به بار نشسته و دانشجویان سراسر جهان در مخالفت با اسرائیل و نسل‌کشی آنها در فلسطین به پا خواستند.